با دیدن از این آپارتمان ها و از این منطقه نام از این منطقه را میشناسین و میفهمین که ما در کلالپشت شهر کابل هستیم. دوستان نهایت گرامی و عزیز، کلالپشت شهر کابل یکی از منطقه های مسکونی طرف ها هم دوستان عزیز فرش فروشی ها هست و سلام از زن دل، انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و زندگیتان هم بسیار به خوبی و خوشی و آرامی ما پیش بره. دوستان نهایت گرامی و عزیز، مطمئناً با دیدن از این آپارتمان ها و از این منطقه نام از این منطقه را میشناسین و میفهمین که ما در کلالپشت شهر کابل هستیم. دوستان نهایت گرامی و عزیز، کلالپشت شهر کابل یکی از منطقه های مسکونی و مشهور شهر کابل و البته مرکزی شهر کابل هست که مطمئناً دیگه آشنایی دارین همراهش و ما هم دیگه هم تو دوستان عزیز ما پیش میخواییم بریم سلو به طرف چهارراهی ترافیک یا سید نور محمد مجددی. عزیزان دل، این سرک همون سرک است که یک سرک بین کلالپشت و شهرآرا یا دان باغ جور میشه و تا مکمل نشده، کار جریان داره. البته این سرک ساختن که یک بدیل شوه به برکی شهر کابل، اما کار برکی وی دیگه همزمان جریان داره و با تو نتیجه تا حال نداده. دوستان عزیز، آپارتمان ها ستاره عزیزی هست که در تصویر میبینید، یا اینکه از قصابی هایی که چپه کردن و در روی سرک هستن هم دیدن داشته باشین دوستان عزیز که گوشت ها رو میکشن اینجا و البته دوستان عزیز خاک میگیره، برشه و چیزا هم هست و باعث امراض میشه. بازم نفهم ناحیه چطور اجازه داده یا هم خود از ناحیه کار میکنن دیگه. مسئولین خودشان میفهمن دوستان عزیز که چی کنن با اینا. این طرف هم دوستان عزیز بلاک هاست، بلاک ها میگن دیگه این قسمت به اصطلاحی هم و دو طرف سرک. این طرف هم بلاک هاست، دو طرف هم این طرف بلاک هاش مثل مکرویان هست دوستا و واقعا یک جایی که بسیار خوب است، یک فضایی که بسیار عالی و خوب داره. کشمیر فروشی و خیاطی الخمیس.
گلانه پانپوری و گلکپی دوستان عزیز همش در این بخشا هست. گلکپی مثلا دوستان عزیز گلکپی نخوردیم، شما یا خوردین بگوین که چی مزه داره، چه قسمی هست و آیا مزه‌دار هست یا هم کنی. دربانی زده د بلاکون و سرک هم دوستان عزیز بلاک های انار که در تصویر بیننده هستین. طرف ها هم دوستان عزیز فرش فروشی ها هست و موکیت و قالین و همین چیزا. کم کم نزدیک میشیم به طرف چهارراهی ترافیک شهر کابل. تقریبا دیگه دوستان عزیز تا نزدیک های چهارراهی گلسترخان مربوط همین کلولا پشت شهر کابل میشه. یکم دوستان عزیز کابل کراون است که میبینید چک پیاده رو که زیبا داره، درختاش هم همشه گلکاری کرده. این طرف پیاده روش هم گلدان های گلکاری شده داره، واقعا یک جایی که زیبا هست. خب دوستان نهایت گرامی و عزیز، انشالله که ویدیو خوشتان آمده باشد، ویدیو لذت برده باشید، ویدیو را لایک کرده، در کانال هم چند سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همگیتان به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مدبر همگیتان.